آقا سلام، خیلی مخلصم. میخواستم طریقه انداختن عکس لاتی رو به شما یاد بدم. چند تا مراحل خیلی مهم داره که چطوری میشه عکس شما از عکس معمولی به عکس لاتی تبدیل بشه. آقا دوستان از یه لحظه من همراهی میکنید. ببین در وهله اول کسایی که ببین میخوان عکس رو بندازن، یعنی الان اینجا یه امتیاز ما داریم، متأسفانه کتونی زرنگی نداریم، شیش جیب نداریم، اینا هی داره از کیفیت عکس لاتی کم میکنه. ما میگم الان کلاه یکی از اون پواناست، این کلاه یکم به میگن کفتری، خدا رو داره ستایش میکنه. عکس انداختنی ببخشید یه دونه بریم افق. حالا این توی عکس کی لاتره؟ اونی که وسط وایساده. اونی که وسط وایساده لاتره. ببین دقت کنید. حالا وقتی دستا رو میگیره، یه دست بریم، یه دست کاندونیش کرده. حالا همینو نگه دار. حالا کی لاتره؟ ببینید این ور تو این دست من لاتر از ایشونم، تو این عکس ایشون لاتر از منه. چرا؟ ببین اینجا دست من روه، دست ایشون زیره، اینجا دست ایشون روه، دست من زیره. حالا اگه من اینطوری باشم، نه اینطوری دیگه، آقا جون جمع منم، چون دستم واسه دو طرفم روه. ببین اینا رو باید راه، ببین اینا نکته‌های والله انسانیه واقعا. حالا ببین عکسایی که ما داریم میگیریم به دوربین نگاه نمی‌کنیم، یعنی خیلی پر رویم، اعصاب یوغ نداریم. حالا یه لاتی ما داریم مهربون عکس انداختنی، اصلا همدیگه رو بغل می‌کنن، به دوربین نگاه می‌کنن، لبخند میزنن. اصلا اینا اعصاب دارن، مثلا تو دعوا شاید کوتاه بیان کم، ولی اونا کم نمیارن، اصلا آن واحد درگیریه. حالا یه عکس با کیفیت تر معذرت میخوام، این قضیه باهات رفت روی، حالا دقیق نمیدونم چطوریه، گنگستری، این دیگه از اون قبلیه بالاتره دیگه. حالا دیگه مثلا وقتی عکس رو میخوای بندازی لبه رو یکم این باز نشون میده این اکیپ رفیق‌تر از اکیپای دیگه است. اونا مثلا هم پیمان میشن، اینا ولی داداش سیغه‌ای بچه محلن. بازم به دوربین نباید نگاه کنیم. حالا اگه به دوربین نگاه کنیم، این یعنی نشانه اینه که شما با بیننده ها ارتباط برقرار میتونیم بکنید. تا برنامه‌های بعدی شما رو به خداوند بزرگ منام میسپارم.